سلام دوستانی عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که با هم کله گنجشکی یا سر گنجشکی درست کنیم. یکی از غذاهای اصیل شهر تهران هستش که خیلی راحت و خوشمزه است. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. مواد لازم در دیسکریپشن ذکر شده که با کمترین مواد اولیه درست میشه. که شامل گوشت چرخ کرده، پیاز، پودر سیر، نمک و زردچوبه، فلفل سیاه، آرد نخودچی، سیب زمینی، زعفران و روب گوجه هستش. ابتدا پیاز رو رنده ریز میزنیم و آب اضافی پیاز رو میگیریم و بعد کنار میذاریم. و گوشت چرخ کرده رو به پیاز اضافه میکنیم و خوب ورد میدیم. و بعد پودر سیر، نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، آرد نخودچی رو اضافه میکنیم و ورز میدیم. و بعد گوشت رو به اندازه کله گنجشک بر می‌داریم و گرد می‌کنیم و حدود 10 دقیقه در یخچال نگه می‌داریم که منسجم تر بشه. در همین حین یک عدد پیاز رو نگینی خرد میکنیم. حالا یا به دلخواه میتونید رنده کنید و میذاریم کنار. و سیب زمینی رو پوست میگیریم و نگینی خرد میکنیم و میذاریم کنار. و بعد در تابه‌ای روغن میریزیم و گوشت‌هایی که قلقلی کردیم رو سرخ میکنیم. بعد از اینکه سرخ کردیم از تابه بیرون میاریم و کنار میذاریم.
و در همون تاب و روغن پیاز نگینی خرد شده رو اضافه میکنیم و تفت میدیم که شفاف و سبک بشه. و مقداری زردچوبه به پیاز اضافه میکنیم و همینطور روب گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم و مقداری تفت میدیم. مقداری فلفل سیاه هم اضافه میکنیم به دلخواه. و سپس قلقلی ها رو در تابه میریزیم. و 1 لیوان آب رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که حدود 10 دقیقه قلقلی ها در آب جوش بخوره و پخته بشه. مقداری زعفران هم اضافه میکنیم و توی این 10 دقیقه میریم سراغ سیب زمینی. سیب زمینی رو که از قبل نگینی خورد کردیم در روغن سرخ میکنیم. و سیب زمینی های سرخ شده رو به تابه اضافه میکنیم و 2 دقیقه بعد شعله رو خاموش میکنیم. بفرمایین نوش جان، غذای ما آماده شد. این غذا رو میشه با نون یا با پلو سرو کرد. کله گنجشکی یا سر گنجشکی یک غذای فوری هست واسه وقتایی که عجله دارین و وقت ندارین. مرسی که همراهی کردین و مرسی از نگاه زیباتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این کلیپ رو واسه دوستاتونم ارسال کنید تا این غذای خوشمزه رو درستش کنن. طرز تهیه‌اش خیلی آسونه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده میشه. این غذا نیاز به مواد اولیه خاصی نداره و 2 سوته آماده میشه. مرسی که حمایت میکنید و مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. با سپاس.